سلام خدمت همه عزیزان. درس نهم از کتاب Oxford Word Skills Time Words and Phrases زمان کلمات و عبارات Part A The Past زمان گذشته The Present زمان حال and The Future و زمان آینده. در این درس به طور خیلی کلی درباره زمانهای گذشته، حال و آینده میخونیم. به یک روش خیلی قابل فهم و ساده کتاب برای ما زمان گذشته، حال و آینده رو توضیح داده که با کلیت زمانها ما آشنا میشیم در این درس. اگر بخواید جزئی‌تر با زمانها آشنا بشید، در کتاب Essential Grammar in Use درس‌های زیادی رو میخونیم و با جزئیات با زمانها آشنا میشیم. میگه look at the diary and read the sentences below. It's midday on Thursday 11 April. میگه نگاه کنید به دایری. در بخش گلاسری گفته دایری یعنی a book. book به معنی کتاب میشه، به معنی دفتر هم میشه. اینجا معنی دفتر میده. میگه book where you write، یک دفتریه که شما مینویسید what you're going to do، آنچه که قراره انجام بدید. اینجا your کوتاه شده you are. پس دایری یک دفتریه که شما اون کاری که قراره انجام بدید رو در اون مینویسید، یعنی اون کاری که برنامه‌ریزی کردید براش و قصد دارید در آینده انجام بدید رو در این دفتر مینویسید که بهش میگن دایری. دایری معنای اولش میشه دفتر خاطرات که با توجه به این تعریف معنای اول مد نظر نیست. معنای دومی هم داره به معنای دفتر روزانه که اون کاری که قراره انجام بدیم رو در این دفتر روزانه مینویسیم. که در اینجا هم می‌بینید که یک دفتر روزانه‌ای رو برای ما کتاب آورده که برای یک شخصی هستش و کاری که قراره انجام بده رو در این دفتر روزانه نوشته. پس میگه نگاه کنید look at the diary، نگاه کنید به این دفتر روزانه در پایین اومده and read the sentences below و بخونید جملات پایین رو، جملاتی که در زیر دفتر روزانه اومده. میگه و بعد این جملات رو بخونید. It's midday on Thursday 11 April. midday یعنی وسط روز. می‌بینید که دور تودی خط کشیده، یعنی امروز روزی که این فرد درش قرار داره در این تاریخ هستش 11 اپریل در روز پنجشنبه. قبل از اینکه جملات پایین رو بخونیم یک نگاه خیلی گذرا به این دفتر روزانه داشته باشیم. همونجوری که کتاب مشخص کرده این یک دفتر روزانه‌ای هستش برای یک فردی که امروزش رو مشخص کرده 11 اپریل هستش پنجشنبه و قراره که ساعت 7:15 به سینما بره. قبلش میشه گذشته، یعنی کاری که در گذشته انجام داده و تموم شده. به طور مثال در 1 اپریل به شهر مسکو رفته، به شهر مسکو روسیه رفته و تا 4 اپریل هم در اونجا بوده. می‌بینید و 5 اپریل بث به معنی حمام میشه، یعنی دیگه برگشته از مسکو و اینجا حمام کرده و بعدش 6 7 رویدادی نبوده و در روز 8 ملاقاتی با این دو نفر داشته. روز 9 هم پیفون بیل داشته. پی به معنای پرداخت کردن میشه، بیل هم میشه قبض صورت حساب. پیفون بیل میشه پرداخت کردن قبض تلفن. در دهم لانچ ویز الا داشته در ساعت 1. لانچ به معنای نهار میشه، نهار رو با الا خورده در ساعت 1. در همون روز یعنی در 10 اپریل که چهارشنبه باشه میت لوگن با لوگن ملاقاتی داشته در ساعت 7:45 و Thursday پنجشنبه که 11 اپریل هم باشه امروزه که گفتیم قراره سینما بره در ساعت 7:15. پس قبل از 11 اپریل میشه گذشته، روز 11 اپریل میشه تودی امروز و روز بعد از 11 که 12 به بعد باشه میشه زمان آینده که برنامه‌ریزی کرده در 12 اپریل. میتینگ یعنی ملاقات، قرار ملاقات به معنی جلسه هم میشه. در 12 اپریل یک قرار ملاقاتی داره یا یک جلسه‌ای داره از ساعت 9 تا 12. در همون روز یک کاری دیگه هم انجام میده. ویلرز کافه یعنی به کافه ویلر میره، اسم کافه هستش. در ساعت 7:30 برنامه‌ریزی کرده که به کافه ویلر بره. در روز بعدش 13 اپریل ساتردی شنبه برنامه‌ریزی کرده که stay at the wheels. اینجا ویل اسم یک نفری هستش، اسم یک شخصی هستش. ما یه ویل هم داریم که برای زمان آینده هستش به معنی خواه. این ویل اون ویل نیستش. اینجا ویل اسم یک شخص هستش و اما اپاستروفی اس چرا اومده؟ اینجا ویلز کوتاه شده ویلز هاوس هستش، یعنی stay موندن در خونه ویل. برنامه داره که 13 اپریل در خونه دوستش که حالا ویل هستش بمونه. پس اینجا ویلز کوتاه شده ویلز هاوس هستش. در روز 14 کار خاصی انجام نمیده. در روز 15 اپریل به لندن میره و 3 روز رو در لندن میمونه، یعنی 15 16 و 17 که فلش رو میبینید. این 3 روز رو مشخص کرده که در روز 16 اپریل دینر ویت اسکات با اسکات شام میخوره در ساعت 8. دینر به معنی شام میشه و لانچ به معنی نهار میشه. 18 اپریل دکتر هالتن دیداری با دکتر هالتن داره در ساعت 10:45. در روز جمعه فرایدی 19 اپریل تئاتر به معنی تئاتر میشه. در ساعت 8 به تئاتر میره. در روز 20 اپریل ساتردی شنبه کلمز برثدی به تولد کلم دوستش میره. کلم اسم کوچک مردانه هستش. و در روز یک شنبه 21 اپریل هم تو مام اند دتس فور لانچ. لانچ گفتیم به معنی نهار میشه و اما دتس اینجا اپاستروفی اس چی هستش؟ اینجا باز مثل ویلز منظور دتس هاوس هستش، یعنی خونه مامان و باباش میره. اینجا مام حالت غیر رسمی و خودمونی مادر هستش و دت هم حالت غیر رسمی فادر هستش. میتونیم مامان و بابا ترجمه کنیم. پس 21 اپریل برای نهار به خونه مامان و باباش میره. خب با کلیت این دایری، این دفتر روزانه آشنا شدیم. حالا در ادامه جملاتی رو در پایین برای ما آورده. جمله اول میگه I was in Moscow last week. این جملات رو فرد از زبان خودش میگه من بودم در شهر مسکو last week هفته گذشته. هر کدوم از این ستون ها یک هفته رو نشون میدن. در ستون وسط هفته‌ای که درونش قرار داره هستش که از 8 اپریل هستش تا 14 اپریل. در ستون سمت چپ ستون اول هفته گذشته رو نشون میده که از 1 اپریل تا 7 اپریل هستش. در پایین هم گفته last week منظور the past گذشته، زمان گذشته رو نشون میده که برای این فرد هفته گذشتهش میشه 1 اپریل تا 7 اپریل. پس میگه من بودم در شهر مسکو هفته گذشته. در جمله بعد میگه I saw Jonah and Charlotte 3 days ago. من دیدم جونا و شارلت رو 3 روز قبل. میبینید که اینجا today هستش 3 روز قبل، یعنی در اینجا جانا و شارلت رو در ساعت 7:30 ملاقات میکنه. میبینتشون که در بخش گلاسری گفته ago یعنی before now قبل از الان. in the past در گذشته. پس وقتی میگه 3 days ago 3 روز قبل اشاره به زمان گذشته داره. next week اشاره به هفته آینده داره. the future که از 15 تا 21 اپریل هستش. this week از 8 تا 14 اپریل هستش. the present زمان حال نشون میده و the past هم که گفتیم از 1 تا 7 اپریل نشون میده. I had lunch with Ella yesterday. میگه من نهار خوردم. گفتیم لانچ به معنی نهار میشه و اینجا had گذشته have معنی اولش به معنی داشتن میشه ولی معنی دومش به معنی خوردن میشه. میگه من نهار خوردم with Ella yesterday با الا دیروز. همونجوری که میبینید today اینجا هستش و روز گذشتهش که 10 اپریل باشه lunch with Ella با الا در ساعت 1 نهار خورده. I went out with Logan last night. من رفتم بیرون با لوگن
again شب گذشته، که نکته‌ای که درباره last night باید بدونید این هستش که yesterday night غلطه. پس شکل غلط رو در پرانتز آورده، گفته not به این صورت نگید yesterday night غلطه، بعد بگید last night شب گذشته. I'm going to the cinema this evening. من قراره که برم به سینما امروز عصر یا امشب. evening هم اشاره به عصر داره هم اشاره به شب داره. می‌بینید که در اینجا امروز Thursday 11 اپریل قراره که ساعت 7:15 به سینما بره. در گلاسوری هم نوشته yesterday evening درست هستش. نباید از last استفاده کنید. last evening غلطه. ولی برای night باید از last استفاده کنید. last night yesterday evening. پس شکل غلط رو در پرانتز نوشته و به این صورت نباید گفته بشه. I have a meeting tomorrow morning. من دارم یک قرار ملاقاتی یا یک جلسه‌ای tomorrow morning. فردا صبح. گفتیم میتین به معنای جلسه میشه، به معنای قرار ملاقات هم میشه. میبینید که فردا صبح که 12 اپریل باشه یک میتین داره از ساعت 9 تا 12 که جی میتین هم تلفظ نمیشه میتین. خب قبل از اینکه ادامه جملات رو بخونم، جملات قبلی رو که خوندیم رو یک بررسی داشته باشیم. در جمله اولی که خوندیم I was in Moscow، اینجا was فعل جملهمون هستش. این درس درباره زمان‌ها در زبان انگلیسی هستش که زمان‌ها در زبان انگلیسی به طور کلی سه نوع هستن: گذشته، حال، آینده. کار زمان‌ها این هستش که حالت و چگونگی انجام عمل فعل رو نشون میدند. اینجا was، saw، had، went اینا فعل جمله هستن. افعال در زبان انگلیسی به دو صورت هستن، یا با قاعده هستن یا بی قاعده. افعال با قاعده از اسمشون پیداست، قاعده خاصی دارن ساختنشون. کافیه فقط یک ایدی به انتهای زمان حالشون اضافه کنید و شکل گذشتهشون به دست بیاد. حالا اگر اون فعل در انتهاش ای داشت، فقط کافیه دی اضافه کنید. اگر ای نداشت، ایدی اضافه می‌کنید و شکل گذشته به دست میاد. این برای زمانی هستش که فعل با قاعده باشه. مثل want که یک فعل با قاعده است. گذشتهش کافیه یک ایدی بهش اضافه کنید میشه wanted. ولی بعضی از افعال هم هستن که شکل گذشتهشون ایدی نمیگیره. کلاً بی قاعدن. قاعده و اصول خاصی ساختنشون ندارن. باید این افعال رو یاد بگیرید که این افعال بی قاعده تعدادشون خیلی زیاد هستش که اگر بخواید همه این افعال رو به صورت یکجا حفظ بکنید واقعا کار سختیه و راه اصولیش هم به این صورت نیستش. همونجوری که شنیدید اساتید میگن افعال بی قاعده رو باید حفظ کنید، ولی به نظر من نیازی به حفظ کردن افعال بی قاعده نیستش، چرا که هیچ بچه انگلیسی زبانی پدر مادرش به این صورت افعال رو بهش یاد ندادن. اون بچه انقدر در معرض شنیدن بوده که به طور ناخودآگاه و اتوماتیک افعال بی قاعده رو یاد گرفته بدون اینکه بخواد افعال رو براش دسته‌بندی بکنن، براش پرینت بگیرن، جلوش بذارن و این بچه بخواد حفظ بکنه. پس فقط کافیه که صبور باشید، چون آموزش‌های بنده تعدادش خیلی زیاده و خواستم یک شبیه سازی بکنم مثل یادگیری زبان مادری. لذا شما انقدر متن می‌بینید، انقدر فیلم می‌بینید، انقدر صوت میشنوید که همچون بچه‌های انگلیسی زبان بدون اینکه نیاز باشه افعال رو حفظ بکنید به صورت اتوماتیک این افعال رو یاد بگیرید بدون اینکه اذیت بشید و بخواید این افعال رو حفظ بکنید. پس افعال در زبان انگلیسی یا با قاعده‌اند یا بی قاعده، که همونجوری که گفتم با گذشته زمان به راحتی تمامی افعال با قاعده و بی قاعده رو یاد خواهید گرفت. خب در ادامه میگه